علی بفرمایید. سلام علیکم. علیکم سلام. بفرمایید. افغانستان گرفتن درسته؟ بله شما؟ من از ایران زنگ میزنم. اسم شریفتون؟ من خوش شنیده بودم افغانی‌ها خیلی خوب کون میدن. هم زنشون هم مرداشون خیلی خوب کون میدن درسته؟ چی گفتی؟ میخواستم برنامه‌شو بیام اونجا بکنمتون. حرومزاده یا بیناموس مادر قبر، پیر پیارم تو کسن مادر جندت بری. ما قشر زحمت کشای جامعه ایم. بیناموس ما نون بازومونو میخوریم. تو نون کونتو میخوری؟ چی کسیه. گفتی حرومزاده؟ تو میدونی من کیم بیناموس؟ تو کی پدسته؟ یا شنبه یا یه شنبه یا دوشنبه یا سه شنبه تا جمعه؟ گسکش من جمعه هم. به من میگن جمعه خرکش. تو مزار شریف به هر کسی بگویی بهت مرا نشان میدهد. من با خر کشتی میگیرم، خر رو ضربه فنی میکنم. بی پدر مادر قدرت بدنی که من دارم هیچ یک از مردان افغانستان ندارد. تو داری الان دی من کتوشی تاخ میکنی، میخوای بیام در خونتون مادرت را گایش کنن. حرم لقمه پدسته واسه چی فاش میدی؟ میخوام بکنمت دیگه. من پول در نمیاری. خب گوشاتو بگیر ببین من چی میگویم. حرم لقمه اول اینکه تو معلوم است در سفره پدر و مادر جندت بزرگ نشدی و از این بچه های بی شخصیت و خیابانی هستی. و دو اینکه من 3 برج دیگر دارم برای کار به ایران مهاجرت میکنم. وای به احوالاتت، وای به احوالاتت اگر خواهی روبرو شدن با مرا نداشته باشی. اگر مردی 3 برج دیگر، تنها 3 برج دیگر که من برای کار به ایران مهاجرت کردم بیا و رو در روی من. بابا چقدر زر میزنی؟ خفه شو افغانی. حرم لقمه حواست باشه چی از دهنت در میاد. حتی خودت رو بدون. حرام زاده. حرم زاده بومنی؟ آره. موره ها؟ موره پدر سگ. تو پدرت سگه؟ حرام زاده. مادر تو سگ است. یعنی چی؟ یعنی مادر تو قلداتی بری کردن داره. برو پدر سگ دیگه. پول تلفنم زیاد میاد زنگ مادر زدم. تو در باغ ما نگهبانی میدهد. در هنگامی که دوست وارد باغ میشود از پشت او را راضی میکند و سپس دوست را به خارج از باغ راهنمایی میکند. فکر میکنم به اندازه کافی به هیکل کلید ریده باشم. حرم لقمه عجب افغانی خری هستی تو. برو بذار من به کارم برسم. برو بذار من به کندکاری هم برسم. حرم باشه لقمه برو سیکتیر دیگه. خداحافظ.